چرا یه فقیهی فتوا نمیده که زنان ما مساویان؟ چرا یه فقیه فتوا نمیده که این پزشکان بزرگی که بانوان عزیزی که تو بیمارستان دارن جراحی میکنن با مردان ساده مساویان؟ من نمیگم مردان مورد اهانتن، مردان هم عزیزن، مردان شهروند ما هستن، ولی ما زنان بزرگی داریم، زنان فرهیخته‌ای داریم که تاج سر ما هستن. اینا نصفن، هنوز هیچ وقت مساوی نخواهند شد. من اینجا یه بحثی دارم، ما فقهمون مگه پویا نیست؟ مگه شما نمیگید که فقه شیعه پویایی داره و فقها میتونن با ایجاد فتاوی به روز مسائل با جامعه تطبیق بدن؟ آقا ما التماس میکنیم به شما، ما نیاز دارن زنان ما، بهشون این حقوق بدید. ما چرا از زنانمون حمایت نمی کنیم؟ اینا مگه عزیزترین کسان ما نیستن؟ ما کس دیگری داریم در این جز خانواده در زندگیمون، بانوان این خانواده مادرمونه، خواهر